اومدیم یه دستگاه دیگه معرفی کنیم. بهم میگن بیلپکو، بیلپک. عقبش بیل مکانیکیه، حجم پایین و جلوش لودره. این مدل دستگاه بیلپک بیشتر واسه روستا که دو کار دارن، کارایشون بیشتره، هم کانال میکنن، هم بار صاف میکنن، هم بار میزنن. از این مدل دستگاه استفاده میکنن. ببینید اینا بیل مکانیکی و جک هم داره اینجا و جلوش هم لودره. اینا کارایشون واسه این جابجا شدن راحت جابجا میشن. البته مثل بیل مکانیکی نمیتونن حجم خاک رو جابجا کنن، ولی خیلی کار راه بنداز و خوب هستن. برای دهیاری ها بیشتر کارهای مختلفی دارن انجام میده اینا.